من خودم میدم مثلا یکی به غلام حسین مثلا باقرزاده این مسئول مالیشون بود، مثلا هفته دو بار میره بانک مرکزی عراق، همیشه مثلا 2 تا گونی پول باش بود که میگم ما میریم خودمون پول خودمون که اونجا داریم برمی‌داریم میاریم. روزگاری عجیب است. رژیم بأس عراق از سازمان مجاهدین خلق به عنوان جاسوس استفاده می‌کند. جلسات تحویل پول را با تعیین مقدار و تاریخ آن قبل از تحویل به مجاهدین خلق و حتی قبل از حضور نماینده سازمان ثبت و ضبط می‌کند. 89 مخصصات منظمة مجاهدي خلق لشهر حزيران 5 مليون دينار. 5 مليون دينار مخصصات منظمة مجاهدي خلق لهذا الشهر حزيران 89. چرا؟ برای روز مبادا. باید از این سازمان سند داشته باشند، نکند روزی مجاهدین خلق زیرش بزنند و انکار کنند و یا محبت‌های صدام حسین یادشان برود. اما غافل از اینکه سرنوشت به گونه دیگری رقم می‌خورد. مليون. هو مليون هنا ولا 10؟ احسب حتى تأكد. يعني هاي سنة 87. سرش داره تو لندن پولشویی، یه سرش تو دبی، یه سرش تو نمیدونم فرانسه است، یه سرش این وره، یک شبکه بزرگ پولشویی رفته زیر ذره‌بین. درسته که به اینا مردم رو تو خیابون اخاذی میکردن، ولی در واقع اینها با این بهانه سرپوشی میذاشتن برای اون پولشوییاشون. به اضافه این که اصلا یه کانال پولشویی هم هست و این که تو خیابون دارن پول جمع میکنن بی ربطه، یه مقداری در میاره ولی اساسش کانال پولشویی است که پولایی رو که میخوان به اینها بدن بشورن میان چه کار تو خیابون خورد میکنن، پخش میکنن. مثلا 3000 پوندی که میخواد بده بهش میاد مثلا فرض میکنتش 10 تا چک 10000 پوندی میبره میده به این بچه‌هایی که تو خیابون دارن میگردن. اونا هم خوشحال ما انقلاب کردیم 10000 پوند دفعه اومد به من بده. يعني بعد اللي تبقى من تخصيصات عام 86 مليونين و575 ألف. انتم طلبتوا شو تقابل مليونين 575 ألف المتبقي حتى يصير الحساب على الجديد. لا فهذا كامل بالنسبه لي. مليون ونص راح 150 شده 3000 1 2 3 4 5 صحيح في 1 2 3 4 5 6 صحيح 30 في 5 أي 3 4 5 نعم 30 في 550 على 10000 يساوي مليون ونص. نعم هاي الأسفل عدد الفوق مليون 1 2 3 4 5 في 1 2 3 4 5 6 7 8 40 في 1 2 3 4 5 200 شده على 5000 اراده خداوند این فیلم ها را از قصرها و مخفیگاه های صدام حسین بیرون آورده و از آن سوژه‌ای می سازد برای نمایش و ثبت در تاریخ.
ملت ایران و تمام آزادگان جهان میفهمند در پس حوادث چه ها رخ داده و چه کسانی نقش ستون پنجم و همدستان صدام حسین در ایران را بازی کردند. در یکی از سندها صحبت از شکایت زنی است که مجاهدین خلق طلا و جواهرات وی را مصادره کردند. ظاهراً مجاهدین خلق علاوه بر تکدیگری در پوشش جمع‌آوری کمک‌های مردمی به منظور پولشویی و فریب افکار جهانی نسبت به دریافت چندین میلیون دلار در هر ماه از صدام حسین در مصادره اموال نیروهای خود نیز ید طولایی داشتند. امروز آقای بزرگترین بودن اولادی خانم جنابی تمام‌زاد آقای که پویا ما ازشون علنگو و فلان و قربت به شما بگیم ما گفتن البته خیلی از معجبین با کلام میگن ترشمیه که نتیشون بگیم ما سازمان مردم اما میخواستم نظرتون رو بگیم که هم بکنم برای بودن ممکنه همچون مسائلی را که مثلا به نظام سازمان من الممكن يقوم بهذا العمل المعادين الصحي. موقع ثاني مثلا يكون تحليل نحن بالتأكيد سوف نبحث ونستقبل هذه القضية التي سمعنا منكم